کسه نادال باشی شیرمرد. لاته هم شما گوش نمیدید چی کله خودمو زدم. کسه رئیس جمهور کویت آمد، شیخ آیسان ابن القدیر جمال الملادی ذوالفقاری. من همون کسخل بازی همون فرمون رو دارم میرم، ساعت رو نگاه کن. فهمیدی چی شد؟ بعد داشی من تو این زندگی ننم گایده شده، بالا پایین شدم، ننه مادر بزرگم میگم. آره خب کسخل اون که بدتر کردی. گفت یعنی باید چیکار بکنه؟ گفتم من با سیغه باید بخوانم اول. الذین دمرو زندهی میخوابه دمرو ببتا آسیب. من کمپانی لباسی که داریم میزنیم، منو این ساعتی که دست من هست، این ساعت خب اینو من میخوام به شما بگم، این آقای فربود هست، آقای فربود. آره من این برادرم نمیشناختم، اسم همین ساعتای من بیمه گرفتم، میگم اینا تمام سرمایه خالقوسه ابروی خمینی باشه. آره دماغ من ولی شاهنشاهیه. آره